قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با یک دیگر از سلسله برنامه های زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران قرار داریم. البته همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز باز هم مثل همیشه کنار من حضور دارند. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را به برنامه خودشان یک بار دیگر خیر مقدم میگویم. من در عرض سلام دارم و ادب احترام خدمت شما سرور گرامی برادر عزیزم استاد محمد رحیمی عزیز و همچنین خدمت همیشه شما بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم در این لحظاتی که در خدمت شما بینندگان هستیم الله متعال آنچه که سبب رضایت اوست بر زبان بنده حقیر جاری بسازد. آمین آمین یا رب العالمین. بیننده های عزیز، اگر در هفته های گذشته با ما بوده باشید، ما در برنامه زلال ایمان روی موضوعات ایمان پرداختیم. البته ارکان ایمان را مجملا ذکر کردیم که ایمان دارای 6 رکن می باشد که در حدیث جبریل و همچنان در آیات زیاده از کلام الله مجید به آن ارکان اشاره شده است و آن ارکان وارد شده است. از جمله ارکان 6 گانه ایمان، رکن اول و اساسی ترین رکن ایمان به الله متعال بود. سپس ما گفتیم که ایمان به الله متعال یعنی چی؟ ایمان آوردن به الله متعال چه مواردی را ما نیاز داریم در باب ایمان به الله متعال. در این باب گفتیم چند چیز باید مد نظر گرفته شود در ایمان به الله متعال. چیزی اول این بود که باید ما به وجود الله ایمان داشته باشیم که به اللهی که ما ایمان داریم یک ذات موجود هست. درباره وجود الله متعال یا اثبات وجود الله متعال دلایل متعدد را ذکر کردیم. اگر فراموش نکرده باشید، دلیل اولی که برای اثبات وجود الله متعال که یک ذات در کائنات، مدبر کائنات و خالق کائنات یک ذات هست، الله متعال، اولین دلیلش گفتیم فطرت هست. البته آیات قرآنی هم به این صراحت دارد و احادیث زیاد در این باب صراحت دارند که یکی از دلایل وجود الله متعال فطرت هست. فطرت سلیم یک انسان خودش گواهی و شهادت بر این میدهد که الله وجود دارد. البته استاد سلیمانی عزیز گفتن شاید بعضی ها این را الان قبول نکنند، اما در یک وقتی از زندگی هر انسان به این حقیقت پی میبرد و فطرتش آن را وادار میسازد که باور بکند الله وجود دارد. البته مشرکین مکه و کفار قبل از مشرکین مکه، حتی فرعون هم در وقت غرق شدن به آن اللهی که بنو اسرائیل ایمان آورده بود، الله موسی و الله بنو اسرائیل، فرعون هم ایمان آورد، اما وقتی آن گذشته بود ایمانش بر دردش نخورد. حتی ابلیس با تمام کفر و عناد و سرکشی که داره به ذات الله متعال ایمان داشت. فقط تکبر و تمرد و غرور او بود که او را از ایمانش منفعت برای او نرساند و تمرد کرد و سرکشی کرد و از درگاه الله متعال مردود و رجیم شد. و دلیل دیگری برای اثبات وجود الله متعال استاد سلیمانی عزیز اشاره کردند که آیات و نشانه های فراوان در کائنات، در مخلوقات الله متعال، در آسمان و زمین، حتی در ذات خودمان، همین جسد 1.5 متری یا کم و بیش که ما انسان ها داریم، اگر فکر بکنیم هزارها هزار دلیل برای وجود یک
ذاتی هست که آفریده است و این همه کائنات را با یک نظم خاص میچرخاند. ما اگر فراموش نکرده باشم پشه را استاد سلیمانی عزیز مثال داده بودند که نمیفهم 100 چشم داره و 3 تا قلب داره و ماشین های تصفیه خون داره و نمیفهم چکاب خون داره و چی داره. یک آزمایشگاه کامل خون، یک آزمایشگاه کامل خون داره. یکی از نشانه های برای وجود الله متعال همین آیاتی هست که ما در کائنات میبینیم و پشه خیلی یک مخلوق کوچکی از مخلوقات الله متعال هست. البته آیا یک کسی که ایمان آورد به این بخش، یعنی شناخت و باور کرد که در کائنات یک ذاتی وجود داره که کائنات را با این حالت میچرخانه، باور کرد که او الله است، آیا همین کافی است در باب ایمان به الله متعال، یا بعد از اقرار کردن یا باور کردن به وجود یک الله متعال ما به چیزهای دیگری هم نیاز داریم؟ استاد سلیمانی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که به هر حال شما اشاره فرمودید و در برنامه‌های گذشته هم اشاره شد، ما در موضوع ایمان به الله متعال اولین قدم اثبات وجود الله تعالی است که اصلا به این باور برسیم که ذاتی وجود داره که به هر حال اختیار عالم به دستش هست و به هر حال اون ذات رو نام مبارکش الله متعال هست در دید ما مسلمین. اما در این بخش اول، حالا من چرا گفتم در دید ما مسلمین؟ چون در غیر از باور اسلام هم عده‌ای به وجود یک ذات به عنوان خالق عالم و آسمان ها و زمین معتقد هستند. اینطور نیست که ذات متصرف باور دارن، یعنی اینکه به هر حال یک کسی هست که ما در فارسی بهش میگیم خدا و در تعبیر عربی استفاده میشه معنای اله، یا کسی که به هر حال این دنیا رو خلق کرده و به دستش هست. درست. در این بابت، در این بود هستن کسان دیگری هم که هستن. الان ما در باب وجود این که مسئله وجود یک ذات به عنوان خالق، ما مسیحیت هم با ما در این باب مشکلی نداره، یعنی در این قسمت که خالق هست. دقیقاً. در وجود خالق یهودیت هم در این باب مشکلی نداره. حتی با نامش هم با ما مشابه هستند، به الله آنها هم ایمان دارند. حتی در به تعبیر فرموده شما در خود نام هم با ما مشکلی نداره. اما مشکل کجاست و چرا می‌بینیم که با این وجود حتی مشرکین مکه هم ما در موضوع نام الله متعال مشکلی نداشتن؟ پس تنها وجود و اعتراف به وجود یک ذات، اعتراف به وجود ذاتی به عنوان خالق کافی نیست. ما باید بیایم وقتی که الله متعال هست، ما اثبات کردیم که الله متعال هست و برای ما ثابت شد که الله متعال هست. الان خب الله متعال رو چطور بشناسیم؟ خب این الله متعال هست. ببخشید استاد سلیمانی عزیز، قبل از اینکه به موضوعی که اشاره کردین بریم، شما گفتین یهودیت، مسیحیت و حتی مشرکین قریش، یعنی تمام اینها باز هم متعلق میشوند به ادیان سماوی یا ادیان آسمانی، گرچه منسوخ شده اند و ذات الله ایمان دارند. علاوه از ادیان سماوی، ادیانی که در روی زمین ما میبینیم مثل هندوسیت و غیره، آیا آنها هم مثل ادیان سماوی به یک ذات خالق باور دارن؟ موضوع بحث ما کل انسان‌های روی زمین رو مطلق نمیتونیم بگیم که همه بلا استثناء این گونه هستن که با وجود یک قدرت به عنوان به هر حال مدیر و مدبر و کسی که فراتر از قدرت بشر هست و تدبیر امور رو به عهده گرفته اعتقاد داشته باشن. اما خیلی از ادیان، حتی ما آنچه که در بین یهودیان و بین هندویی ها هندو می‌بینیم یا آنچه که ما در تاریخ چین و ژاپن اون طرفا می‌بینیم و بودایی هایی که حالا تفاوت داره بودای اونها با هندوستان که جای صحبتش نیست، اما در کل هر گوشه‌ای از دنیا ما وقتی که یک شخصی، یک ذاتی رو ولو یک حیوانی رو حتی با قداست خاصی میاد مورد احترام قرار میده، این خود این نشان از یک باوری داره که احساس میکنه این، حالا یا برخی هاشون به خاطر اینکه این رو مقدس میدونن، مبارک میدونن، خیر و برکت درش میبینن، یا اینکه این رو متصرف در برخی از امور میبینن، یا ما میبینیم در هر جایی که رفتن اصلا موضوع بحث چند تا پرستی وقتی که مطرح میشه در خیلی از جاها ما میبینیم برخی حیوانات رو میپرستن، برخی ماه و خورشید و ستارگان رو شروع کردن، برخی باد و رعد و برق رو شروع کردن، برخی به جنات متوسل شدن. همه اینها
برگرفته از اون باوری بود که احساس میکنن یک نیروی فراتر از قدرت من هست که من باید در بعضی جاها از مشکلات و سختی ها به اون پناه ببرم. دقیقاً. و این باور همه جا بوده. این باور الا ماشاءالله، یعنی غالب بشر این باور رو داشتن و حب پرستش، حب پناه بردن به یک ذاتی که قوی تر از انسان هست در ذات انسان هست. درست. و بعضی پوزش ما همون موضوعی که اشاره کردیم که فطرت ما رو میکشونه به سمت تمایل به عبادت، تمایل به نسبت داشتن به یک ذاتی که ما اون رو خودمون رو نیازمند به اون میبینیم. اما این فطرت در محیطی که ما زندگی میکنیم، ماحولی که زندگی میکنیم، وقتا دستخوش تحولات میشه و از مسیر اصلی خودش خارج میشه و ما رو به بیراهه میکشونه. و هدف ما هم الان از این برنامه و برنامه‌ای که پیش رو داریم این هست که آیا اون باوری که من دارم واقعا در مسیر اصلی فطرتی که باید باشه هنوز مانده یا به بیراهه رفته. چون در راه بحث عبادت الله متعال خیلی ها به بیراهه رفتن. الله متعال در سوره مبارکه یوسف میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی از کسانی که ادعای ایمان به الله تعالی دارن در شرک غرقن. الله تعالی میفرماید اینا نه که الله رو قبول نداشته باشن، الله رو قبول دارن، یعنی ایمانی با آمیزش شرک دارن، ایمانی همراه با شرک دارن. اینجا دیگه ایمان معنای اصطلاحی که ما مد نظر ما هست و درش داریم صحبت میکنیم، ارکان ایمان و خود ایمان به الله تعالی که در رکن اول است، این ایمان مراد نیست. اینجا ایمان منظور ادعای اونها نسبت به ایمان هست. ایمان لغوی هست و یک بخشی از ایمان هست، یک بخشی در اثبات وجود الله متعال، اونها در خود اثبات وجود الله متعال قبول دارن که الله متعال هست، اما در مراحل بعدی میلنگن. پس نیاز است که ما یک مراحلی رو دوباره بررسی بکنیم. برای شناخت الله متعال و ایمان به الله متعال بیشتر مد نظر ما ایمان به الله متعال هست. تنها اثبات وجود الله متعال کافی نیست. این مرحله اوله. من الان ثابت کردم که آقا فلانی هست، یک ذاتی هست. بله. حتی ما دور بر خودمون یک انسان، یک شی رو میگیم خب هست. خب الان اینی که هست این چی هست اصلا؟ چطوره؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه صفاتی داره؟ چه کارهایی میکنه؟ و من چطور این رو میتونم بشناسم؟ چطور میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم؟ ما درباره الله متعال بعد از اثبات وجود الله متعال خیلی جاها گله میکنه از بندگانش و ما قدر الله حق قدر. الله رو اونگونه‌ای که باید بشناسن نشناختن. نمیفهمد الله رو نشناختن، اصلا منکر وجود الله متعال هستن. برخی ها الله رو قبول دارن اما اونجوری که باید بشناسن نشناختن، به همین خاطر به بیراهه رفتن. ما در موضوع بحث الله متعال برای شناخت الله متعال، خب الله متعال رو نمیبینیم. شاید این سوال برای کسی پیش بیاد، من الله متعال رو نمیبینم، چطور بشناسمش؟ ما برای شناخت یک ذات نیاز به شناخت صفاتش داریم. خب ما صفات الله متعال رو چطور بشناسیم؟ صفات الله متعال از کجا میشناسیم؟ ما الله متعال رو اگر نمیبینیم و صفاتش رو خبر نداریم، ما هر صفتی یک فعلی از اون صادر میشه. ما میگیم آقا مثلا فلانی انسان خیلی زرنگی است. بله. خب این زرنگی رو ما از کجا فهمیدیم؟ ما این زرنگی رو که نمیتونیم ببینیم در وجودش. ما به تنهایی خود این زرنگی یعنی یک چیزی نیست که یک گوشه مثل دست باشه، مثل پا باشه که بگیم آها این زرنگی، نیا کن این هم زرنگی. یا فلان خیلی مهربانه. این مهربانی رو ما از کجا میبینیم؟ نمیخوره. دقیقاً. مهربانی خود صفت مهربانی دیده نمیشه. دقیقاً. خود صفت ذکاوت و هوش دیده نمیشه. خود صفت عدل، فلانی انسان عادلی است، ما این صفت رو نمیبینیم. این رو ما در عمل میبینیم. حتی علم طرف علم داره، ما این نمیشه از کجا میبینیم؟ طرف از ظاهرش که نمیشه فهمید عالم هست. اما وقتی که صحبت میکنه، وقتی که سخن میگه، ما میفهمیم که این آدم این صحبت برگرفته از یک علمی است. وقتی که طرف برخورد میکنه با اطرافیان، رفتار میکنه، در رفتارش، در اعمالش، در کارهاش ما میفهمیم که این فلان صفت در وجودش هست یا نیست، مهربان هست، فلان صفت رو داره یا نداره. الله متعال افعالی داره، کارهایی ما اونها رو نسبت میدیم به الله متعال که این افعال بی حسابن، همونطوری که صفات الله متعال بی حسابن. صفات الله متعال بی حد حسابن. اسماء الله و صفاتش برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم 99 تاست و مشهور شده که اسماء الله متعال و صفاتش 99 تاست، اما ما در این باب باز به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. این مقوله دقیقی نیست، بلکه اسماء الله متعال خیلی بیشتر از اینه. دقیق. طبق حدیثی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که
من بار الله میخوانم تو رو به کل اسم هو لک، هر اسمی که ما رو شما سمیت بهی نفسک، خودت رو معرفی کردی با اون اسم، او علمته لاحد من خلق، یا اینکه اون رو یاد دادی به یک کسی از خلق خودت، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اینکه اصلا نزد خودت در علم غیبت نگه داشتی و هیچ کسی هم تعلیم نداد. دقیقاً. این هم نشان از این داره که پس چون صفات الله متعال بی حساب هست و خارج از شمارش ما و ما خیلیش رو نمیدونیم، این افعال هم افعال الله متعال هم بی حساب است. اما در شناخت افعال متعال، افعال الله متعال، چند نکته بسیار مهمه که ما برای شناخت الله متعال باید بدونیم که در قرآن کریم وقتی که میایم، خب ما الله متعال رو از کجا میشناسیم؟ باز خود صفات الله متعال رو که باز افعال الله متعال صادر از صفاتش هست، ما اینها رو از خود کتاب الله متعال و کلام الله متعال میشناسیم. ما از پیش خودمون نمیتونیم بیایم و این باب افعال الله متعال و صفات الله متعال بابی است که جای دیگه اجتهاد و جای کنجکاوی نیست. اینجا دیگه ما برای شناخت الله متعال نمیتونیم از پیش خودمون فکر بکنیم، مثل خیلی از فلاسفه که اومدن نشستن و این خیلی یکی از بابهای گمراهی در مسیر شناخت الله متعال همین بود که اومدن برخی از فیلسوفا پیش خودشون فکر کردن خب الله متعال اینطور باید باشه، اینطور باید باشه، اینطور باید باشه، اینطور باید باشه، بعد یک سری صفات یک سری از پیش خود ثبت کردن، یک سری رو گفتن این امکان نداره، این هست، این نیست، این هست، اون نیست و آخرش دیدن که چیزی شد عجیب و غریب و یک عده‌ای به اعتزال کشیدن، یک عده‌ای به راههای دیگه رفتن، یک عده‌ای اصلا منکر وجود شدن، یک عده‌ای دیگه گفتن خب اصلا خدا همه وجود عالم خداست، منم خدام، شما هم خدایی، همه چی خداست، چون همه چی جزئی از خداست و وحدت الوجودی شدن. این انحرافات به وجود اومد. ما چاره‌ای نداریم جز این که در خلال آیات کلام الله مجید بریم یعنی شناخت به قرآن کریم برگردیم. فقط قرآنه که برای ما معرفی میکنه الله متعال رو که سوی خود الله متعال است. دقیقاً. و قرآن است. ما در بخش اثبات وجود الله متعال هم که صحبت کردیم که فطرت هست، که آیات و نشانه هست، خلقت آسمان زمین است، پشه مثال زدیم، همین ها الله متعال در قرآن برای اثبات برای ما مطرح میکنه. اما وقتی که از مرحله اثبات یک مرحله میریم بالاتر، ما در بحث افعال الله متعال، ما در قرآن وقتی که بررسی میکنیم افعال الله متعال افعال الله متعال دلالت داره بر چند نکته بسیار مهم. افعال الله متعال یک بخشش دلالت میکنه بر اینکه مالکیت مطلق، ملک مطلق آسمان ها و زمین از آن الله متعال است. این خیلی مهمه. اینها چرا مهمه؟ چرا ما روی اینها تاکید داریم؟ اصلا چرا ما درباره افعال صحبت میکنیم؟ یا همون معنای عمومی تری که ما در اصطلاحات علمی در علم به هر حال اعتقاد و علم عقیده به صحبت میکنیم به عنوان توحید ربوبیت ازش یاد میکنیم. خیلی جاها بالا تقسیم بندی که میشه و برداشتی که از آیات و روایات شده در اقسام توحید، میگیم توحید ربوبیت اولین مرحله توحید است. و همون چیزی که ما الان درباره صحبت میکنیم، حالا چه توحید ربوبیت چه بحث افعال الله متعال، حالا شاید کسی بیاد بگه ملک الله متعال، تعابیر مثل این استفاده بکنه. درست. الله متعال ما هدفمون یکی است که هدف یک چیز است، تعابیر فرمود. ما هدف اینه که ما بشناسیم که الله متعال یک سری افعالی فقط مخصوص الله تعالی است، یعنی از حیطه قدرت غیر الله متعال خارجه و این افعال رو فقط الله متعال میتونه انجام بده. افعالی خاص الله متعال هستن. درست. اینها خیلی مهمه. چرا؟ چون وقتی که ما اینها رو به خوبی نشناسیم، به این معناست که اینها رو ما به غیر الله متعال نسبت میدیم و وقتی که به غیر الله متعال هم نسبت دادیم، اون موقع در یکی از این امور که به هر حال بر افعال خاص الله متعال است کسی رو شریک کردیم باشه، مشرک میشیم. پس و این میشه مشرک. این همون میشه که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی ها ادعای ایمان دارن و ظاهرا ایمان به الله تعالی دارن اما مشرکن. خیلی ها رو من اگر آیات خیلی ها ما شاید ندونیم و الان وقتی که بررسی بکنیم آیات رو میبینیم چیز عجیب، اصلا باور نمیکنیم که خیلی به ما گفتن آقا ابوجهل سنگ میپرستید، در حالی که ابوجهل الله تعالی قبول داشت. و این برامون خیلی شاید عجیب باشه که چطور مشرکینی که رسول صلی الله علیه و سلم اونها رو کافر دونست و آیات قرآن بر علیه اونها آمد، قل یا ایها الکافرون بر علیه اونها نازل شد، ای کافرا این همه بر علیه اونها. ما داریم میگیم فرعون امت ابوجهل اعتقادش وقتی که نگاه میکنیم، اعتقادش رو نگاه بکنیم خیلی سالمتر از اعتقاد بسیاری از کسانی است که خودشون رو مسلمان میدانن و مرتکب به شرک شدن. برگردیم به موضوع بحث افعال الله متعال. یکی از بحثایی که ما باید مد نظرمون باشه، پس افعال الله متعال دلالت داره بر ملک مطلق الله متعال،
دلالت داره بر قدرت مطلق الله متعال، دلالت داره بر تدبیر مطلق الله متعال که ملک و پادشاهی و قدرت مطلق و مدبر کل کامل. آسمان و زمین مطلق بلا استثناء بجز الله متعال کسی دیگری نیست. این مهمه. این که من فقط الله متعال، این که گفتیم مسیحیت الله متعال رو به همین اسم حتی قبول داره، اما چرا الله تعالی فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و ان الله ثالث ثلاثه در دو تعبیر مختلف، چرا اونا رو کافر دانست؟ در این بخش بعدیشه، در اینه که اینجا در افعال الله متعال و صفات الله متعال نتونستن اونگونه‌ای که حق شناختن الله متعال بشناسن الله متعال. ما در این موضوع بحث افعال الله متعال، افعال الله متعال دلالت میکنه بر ملک مطلقش، بر قدرت مطلقش، بر تدبیر امور عالم که مطلق الله متعال است. و در این معنا ما میتونیم بگیم که آیاتی فراوانی ما در قرآن کریم داریم که برای ما این معانی رو اثبات میکنه. آیاتی که درباره مرگ و زندگی صحبت میکنه. در این آیات الله متعال در این آیات هر چیزی که الله تعالی فقط مرگ میده و الله تعالی است که زندگی میده، الله تعالی است که رزق میده، الله تعالی است که عزت میده، الله تعالی است که ذلت میده، الله تعالی است که به هر حال میرانه و به دنیا میاره، الله تعالی است که هدایت میده، الله تعالی است که گمراهی میاره، الله تعالی است به دست الله متعال همین هم. قل اللهم مالک الملک در 26 سوره مالکه علم بگو ای بار الله خدای من مالک الملکی هستن، ملک مطلق مال خودت است. تو الملک من تشاء، به هر کسی که بخوای پادشاهی میدی، پادشاه میشه، یک رئیس جمهور میشه، یک برداشته میشه. و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کم که بخوای میگیری. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت میدی و ذلت میدی. اینا فعله، عزت دادن، ذلت دادن، ملک دادن، ثروت دادن، فقر آوردن، ثروت رو گرفتن. اینها در کدوم آیه ذکر میشه؟ جایی که الله تعالی اول از چی صحبت کرد؟ از ملک. قل اللهم مالک الملک. پس این صفات دلالت داره، این افعال الله متعال دلالت داره بر چی؟ بر ملک مطلق الله متعال. بعد در ادامه میفرماید تولج اللیل فی النهار، شب در روز داخل میکنی، روز در شب داخل میکنی. تخرج الحی من المیت، مرده زنده خارج میکنی، زنده خارج میکنی از مرده، مثل مرغی که جوجه‌ای که از تخم مرغ مرده میاد بیرون. و تخرج المیت من الحی، باز عکسش مثلا این تخم مرغ مرده‌ای که از مرغ زنده بیرون میاد، یا معانی مختلف دیگری که ما در شرح اینا میتونیم داشته باشیم. و ترزق من تشاء بغیر حساب، هر کسی که بخوای رزق میدی. اینها نمونه ای از صفاتی هستند که دلالت میکنه بر چی؟ نمونه از افعالی هستند که دلالت میکنه بر ملک مطلق الله متعال. شبیه امین رو، و عجیبه که در این باب در باب شناخت افعال متعال، افعال الله متعال و در آنچه که در بستر توحید ربوبیت ما مطرح میکنیم که الله متعال که خالق مطلقه، مالک مطلقه، رازق مطلقه، الله متعال که عزت و ذلت به دستش هست، الله متعال که شفا میده و مریضی میده، الله متعال به هر کسی که بخواد یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، به هر کی بخواد پسر میده، به هر کی بخواد دختر میده، به هر کی بخواد پسر و دختر با هم میده، هر کی هم که بخواد عقیم میکنه. و اذا مرضت فهو یشفین، و ابراهیم علیه السلام فرمود وقتی که من مریض میشم اوه که من رو شفا میده. همه این افعال الله متعال، همه این افعال الله متعال خاص الله متعال است. و عجیبه که در این باب ما نمیبینیم که انبیای الهی وقتی که در قرآن کریم بررسی میکنیم آمده اند تاریخ انبیا و دعوت انبیا و مهمترین آن چیزی که انبیا بهش دعوت میدادن، من جمله خود در رأس همه سردار کائنات و به هر حال ابر پیامبر تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم، نمیبینیم که در این باب درگیر شده باشن و مشکلی داشته باشن با مخاطبینشون. یعنی در اثبات این که الله متعال مالک مطلقه، قادر مطلقه، قدرت از آن اوست، قدرت مطلق و تدبیر امور عالم به دست الله متعال و فقط الله متعال که عالم رو میچرخونه و همین قدرت رو به دست اوست. در این باب ما در آیات کلام الله مجید بحثی نمیبینیم. یعنی این جزء اولویات و جزء مسلمات بوده نزد اون کسایی که حتی ما اونها رو مشرک میدونیم. عکس این رو میبینیم که اونها باور داشتن. الان مثلا در سوره مبارکه یونس، در آیه 31 الله متعال چی میفهمد؟ خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمد قل
ای پیامبر من بگو و بپرس از مخاطبینت. مخاطبین رسول الله کیه؟ ابو جهل، ابو لهب، امیه بن خلف، ربیعه و بقیه کسانی که باش درگیر بودن. اینهایی که الان ابو جهلی که فرعون اومد، ابو لهبی که سوره در باش نازل شد، تبت یدا ابی لهب و تب. الان این ابو جهل در دید من شما چیه؟ یک انسان. ما فکر میکنیم خیلی فکر میکنن که ابو جهل و ابو لهب سنگ پرست بودن، یعنی یک سنگی رو میتراشیدن و این رو میرفتن و میپرستیدن، در حالی که چرا اصلا ابو جهل لقب گرفت؟ قبل از ابو جهل اسمش چی بود؟ ابوالحکم، لقبش ابوالحکم بود. بله. چرا بهش میگفتن ابوالحکم؟ چون بسیار دانا و خیلی زیرک بود. خیلی زیرک بود و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد که یا الله اللهم اعز الاسلام باحد الامرین، باحد الامرین. یا الله عزت بده اسلام رو با ایمان یکی از این دو تا عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ود که عمرو ابن هشام که ابو جهل هست. چون عمرو هم مثل عمر نوشته میشه با یک واو اضافی. رسول الله فرموده که از این دو تا عمر رو مسلمون کن که اسلام رو عزت بدن. یعنی ابو جهل رو که لقبش ابوالحکم بود، رسول الله در درجه‌ای از فهم و درک و شعور میدید و ذکاوت که دعا کرد که اگر این با این به هر حال جایگاه و مقام در همشن عمر میدید او رو. قبل از اسلام اینا دو تا رو با هم ذکر کرد که یکی از اینا اگر مسلمان بشه خیلی پیشرفت میکنه اسلام، خیلی عزت میده به اسلام، که نصیب سیدنا عمر شد. این رو به این خاطر من تاکید میکنم که این آدم ابو جهل، رسول الله فرمود اینو نگید ابوالحکم، بگید نادان، چون این الله رو اونی که باید بشناسه نشناخته. و ما قدر الله حق قدره. نه، بحث در اینه که این در ایمانش نسبت به الله تعالی به اون عقل و شعور نرسیده. خیلی از ماها متاسفانه در جامعه اسلامی ما، حتی من به صراحت میتونم بگم و یک درده، خیلی از ما ایمانشون یک ایمان ابو جهلیه و بلکه بدتر از ابو جهله. خب اجازه میتین بریم با سراغ یک میان برنامه، بعد بیایم ایمان ابو جهل رو ببینیم و با ایمان امروزی تعداد زیادی از مسلمان ها مقایسه بکنیم یا مسلمان های ادعایی. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم و ایمان تعداد زیاد از مسلمانان امروزی را با ایمان ابو جهل عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقایسه میکنیم که فرق میان این دو ایمان در کجاست. با ما باشید. نیایش. ای خدای بی نیاز چاره ساز، ای مرا هر دم به سوی تو نیاز. این نیازم مایه فرخندگی است، روشنی بخش چراغ زندگی است. میکشاند کشکشانم سوی تو، جبهه سایان میبرد در کوی تو. گر نبودی دل ادبگاه نیاز، کی شدی روزن به سوی دوست باز. بی نیازی خاصه ممتاز توست، جلوه خورشید بی انباز توست. لیک من شادم به تقدیم نیاز، لیک من شادم به تقدیم نیاز. می کنم بر خود از این گنجینه ناز، گنج را سازند پنهان زیر خاک، تا بماند از گزند غیر پاک. گنج من باشد نیایش های من، در نهاد خاکی اجزای من. گنج من باشد نیایش های من، در نهاد خاکی اجزای من. من نهانش کرده ام از دیگران، من نهانش کرده ام از دیگران، تا نیفتد چشم بیگانه بران. در نیاز بنده پنهان راز هاست، در نیاز بنده پنهان راز هاست. زیر این پرده عجایب ساز هاست. ای تو دانا بر نیاز و راز من، واقف از انجام و از آغاز من. من برم سوی که این گنج نیاز، جز تو ای گنج آفرین بی نیاز. من برم سوی که این گنج نیاز، جز تو ای گنج آفرین بی نیاز.
ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بله بیننده های عزیز و گرامی، ما با موضوع افعال الله متعال در برنامه زلال ایمان خدمت شما هستیم. البته استاد سلیمانی عزیز فرمودند که در باب ایمان به الله متعال همانگونی که ما به باور داشتن به وجود الله متعال نیاز داریم، نیاز به معرفی افعال الله متعال نیز داریم و همچنان نیاز داریم که صفات الله متعال را بشناسیم و به آن ایمان بیاریم. اما صفات گفتن چیزی است که دیده نمی شود. از صفات چیزی که بیرون می شود همان افعال هست و او را ما میبینیم و مشاهده میکنیم. البته این صفات و افعال را ما از هر جای دیگه گرفته نمیتونیم و نمیتونیم هم اجتهاد بکنیم که فلان چیز فعل الله است، فلان هست نیست. در این باب ما مکلف و مأمور هستیم و ملزم هستیم که به وحی الهی رجوع بکنیم، به قرآن کریم رجوع بکنیم و به احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رجوع بکنیم تا افعال خاصه الله متعال را بشناسیم. البته اینجا خیلی بحث جالب بود که استاد سلیمانی عزیز گفتن مشرکین قریش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال با آنها درگیر بودند و بیش از 27 غزوه با آنها در جنگ بودند، در نبرد بودند، چقدری از آنها را کشتند و چقدر از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن غزوات به شهادت رسیدند. مسلمان ها در این راه تکالیف و مشقت های فراوان را متحمل شدند. اما گفتن آنها در باب ایمان یا شناخت افعال الله متعال یا باور به افعال الله متعال مشکلی نداشتند. او را توحید ربوبیت بنامیم یا افعال خاصه الله متعال بنامیم. گفتن ایمان ابو جهل را اگر ما با ایمان بسیاری از مسلمان های مدعی که ادعای ایمان و اسلام دارن اگر مقایسه بکنیم در توحید ربوبیت قبل از توحید الوهیت اینها میلنگن، نسبت به ابو جهل بیشتر میلنگن. ما این را گذاشتیم و بعد از میان برنامه حالا میریم طرف استاد سلیمانی عزیز تا بر ما معرفی بکنن یا مقایسه‌ای که میان ایمان ابو جهل یا شناخت ابو جهل از الله متعال و افعال الله متعال با شناخت تعداد زیادی از مسلمانان منسوبی یا مدعی اسلام امروزی که ما میبینیم اینها هم ادعای اسلام دارن و ابو جهل و ابو لهب را تا از صبح تا شام ما تبت یدا ابی لهب میخوانیم. اما این طرف در چه حالت قرار دارن؟ آیا اینها هم مثل ابو جهل هستند یا اینکه ابو جهل از اینها شاید بهتر بوده در این باب، در باب توحید ربوبیت یا در باب شناخت افعال الله متعال؟ شما داشتین آیت را از سوره یونس اگر فراموش نکرده باشم تلاوت میکردید. همونجوری که شما فرمودید موضوع بحث ایمان به الله متعال، چون اصل دین یعنی ایمان دقیقا و رکن اصلی ایمان به الله تعالی است و اگر خدای نکرده ما در ایمان به الله تعالی لنگیدیم و لغزیدیم و به بیراه رفتیم، یعنی تمام تلاش ما بیهوده میشه دیگه. یعنی ما دیگه از دین خودمون نباید هیچ امیدی داشته باشیم و از این تلاش هایمون و نماز ما و روزه ما و زکات ما تمام عبادت ما نمیخوره. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی فرمود که میان روز قیامت عمل هم دارن خیلی زیاد، همه اینا رو مثل گرد و غبار که خاک وقتی باد میاد گرد و غبار بلند میشه میرن همینجوری میکنه. یا فرمود در سوره آیه کهف سوره 103 آیه در سوره مبارکه کهف آیه 103 که آیا شما رو من الله تعالی فرمود بگو پیامبر من آن شما رو به زیان بارترین کارها من دلالت نکنم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا سعی بیهوده بردن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که فکر میکنن کار خوب میکنن. ما الان مسئله اینه که ما وقتی که الان ابو جهل همین مشرکین مکه چرا به مکه اینا به کعبه احترام داشتن؟ مگر اینا به کعبه احترام نداشتن؟ مگر کعبه برای ابو جهل محترم نبود؟ مگر برای قریش محترم نبود؟ مگر اینها دور کعبه مگر مراسم حج نداشتن؟ مگر اینها اینجا و کسی که در حریم کعبه می اومد در خود مسجد حرام فعلی و اون محدوده‌ای که دور کعبه بود اون رو در امان نمی‌دانستن؟ مگر اونها اشهر الحرام رو محترم نمی‌شمردن؟ اینها نشانه چی داشت؟ اینا نشان از یک باور تحریف شده داشت. اینا نشان از این داشت که اینا یک چیزایی قبول دارن. الله تعالی برای ما معرفی میکنه اینها رو.
ما الان باید بسنجیم که خدای نکنه من مثل اون باشم و من گمان میکنم که دارم الله متعال عبادت میکنم، در حالی که این عبادت من نیست و بلکه من عبادت نمیکنم و با شرک دارم به الله متعال شریک قرار دادم کسانی. در بله پوزش در سوره مبارکه یونس آیه 31 خطاب رسول صلی الله علیه و سلم الله متعال میفرماید برای اینکه این وجدان هایی رو که به هر حال یک کمی دور شدن در باب توحید و معنای حقیقی ایمان به الله متعال بیدار بکنه در اون چیزهایی که باور دارن. ما غالبا وقتی میخوایم یک چیزی رو یک کسی رو متوجه بکنیم چی بهش میگیم؟ بابا تو مگر اینطور نیستی، مگر اینطور نیستی، تو فلانی هستی، بچه فلانی هستی، تو اینجور آدمی هستی، تو اون چیزایی که خودش قبول داره بهش میگیم تا از این کانال ما او رو به حالت اصلی برگردونیم، تا چون خودش قبول داره ما تذکر میدیم چیزهایی رو که خودش قبول داره و پذیرفته، تا اون چیزی که پذیرفته و قبول داره سببی بشه برای بیدار شدنش از اون خوابی که در اون غرق است. وگرنه ما چیزی که باور نداره نمیتونیم بهش بگیم. وقتی باور نداشته باشه بگیم مگر تو اینطور نیست، مگر اینطور نه نیست، میگه نیست. اما وقتی که چیزی که باور داره اون موقع میشینه فکر میکنه، راست میگه. یعنی ما مشترکاتی که میونیم ما و او هست ایرا مطرح میکنیم تا ما نزدیک شود. الان الله متعال خطاب به مشرکین مکه به زبان رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد که اینجوری بگو پیامبر من و ابو جهل ابو لهب من یرزقکم من السماء والارض، کیه که از آسمان و زمین شما رو رزق میده؟ این سواله. رسول الله سوال میکنه از ابو جهل و ابو لهب و مشرکین مکه، خطاب به اونا کنار کعبه. رزق شما را کیه که به شما رزق میده از آسمان و زمین؟ من یرزقکم من السماء والارض، رزق از آسمان و زمین یعنی چی؟ بارون کی به شما میده؟ این گندم کی میاره بیرون؟ این جو رو کی میاره بیرون؟ این برکت در روزی رو کی برای شما میاره؟ این آبو کی برای شما میفرسته؟ این غذا رو کی برای شما میفرسته؟ این معناش اینه دیگه، یرزقکم من السماء والارض. اما یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت. اما یملک السمع والابصار، کیه که مالک شنوایی و بینایی است؟ این چشم و گوش اگر این کور شد کیه که بینا میکنه؟ این گوش اگر کر شد کیه که این رو شفا میده؟ مالک گوش و بینایی یعنی شنوایی و بینایی یعنی همین. دقیقاً. کیه که این سوال خطاب به کیه؟ اون کسانی که اونها رو مشرک ابو جهل ابو لهب. کیه که مالک چشم و گوشه؟ مهمترین عضو بدن ذکر میشه. دقیقاً. یعنی کلش دیگه. وقتی چشم اصلا ما تصویری که از چشم داریم چی است؟ چشم رو ما گذاشتیم سلطان اعضای بدن. چشم مهمترین و یکی از مهمترین هاست برای چشم. برای هر کسی از همه چیز عزیزتره. قلب کار نکنه انسان میمیره خلاص. اون مشکلی نداره، اونقدر که انسان چشم نداشته باشه مشکل پیدا میکنه. قلب کار نکنه میمیره دیگه خلاص، راحت میشه میره. اما اگر چشم کار نکنه زنده است، تو در زجر میکشه. نه خیلی مهمه چشم. تمام وجود بدن کیه که شفا میده شما؟ خلاصه کنم ابو جهل خطاب میشه و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کیه که زنده میکنه و میمیرانه؟ خلاصه بحثه. دقیق. کیه که میمیرانه و زنده میکنه؟ کیه این کار میکنه؟ و من یدبر الامر، کیه که تدبیر امور عالم دستش؟ مالک و مدبر امور عالم کیه؟ کره زمین اختیارش دست کیه؟ مالک زمین کیه؟ مالک ماه کیه؟ مالک آسمان ها کیه؟ مالک ستارگان کیه؟ معناش اینه من یدبر الامر. کیه که این روز رو شب میکنه، شب و روز میکنه؟ کیه که این میچرخونه دنیا رو؟ کیه این کیه به من بگید. الله متعال میفرماید فسیقولون، پس حتما خواهند گفت. کی؟ ابو جهل و ابو لهب. ای پیامبر من به اینا بگو کیه؟ اینا رو به من جواب بدین. بحث رزق اومد، بحث شفا اومد، بحث مرگ و زندگی اومد، بحث اختیار کل عالم اومد. اینا کیه؟ آیا ابو جهل میگفت هبل؟ آیا میگفت عزا؟ آیا میگفت فلانی؟ منات؟ آیا میگفت ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر؟ آیا میگفت آصف و نائله؟ آیا میگفت منات؟ چی گفت؟ الله متعال میفهمد اگر از ابو جهل و ابو لهب بپرسی که مالک آسمان و زمین و گوش و چشم و بینی و رزق و روزی و همه اینا کیه، چی میگه؟ فسیقولون الله. فسیقولون الله. ابو جهل اگر ازش میپرسیدیم میگفت الله این کار میکنه، نمیگفت هبل میکنه، نمیگفت ابراهیم میکنه، نمیگفت اسماعیل میکنه، نمیگفت نوح میکنه، نمیگفت فلان پیغمبر میکنه، هیچ کدوم از اینا رو نمیگفت. این ابو جهل دیگه این که معلومه دیگه این کار الله، این که سوالی نداره. فسیقولون الله، اون حتما میگن الله. در سوره لقمان آیه 25 فرمود
ولئن سألتهم، اگه از اونها بپرسی من خالق السماوات والارض، کیه که خالق آسمان و زمینه؟ لا یقولون الله، لام تاکید 3 بار تاکید داره، حتما قطعا یقینا میگن الله. ابو جهل میگفت الله است، ابو لهب هم میگفت مالک آسمان و زمین، خالق آسمان و زمین، مدبر الله، نه هبل و عزی و منات. فقل افلا تتقون، وقتی که اینجوریه که شما اعتراف میکنید پس چرا تقوا پیشه نمیکنید؟ پس چرا راه الله تعالی رو پیش نمیگیرید؟ پس چرا شما که معترفید که الله همه کار است، بندگان خاص الله متعال نیستید؟ مشکل کجا بود؟ میرسیم در برنامه بعدی به این میرسیم. این موضوع ما نیست فعلا. موضوع بعدی ما اینه که مشکل اینا چی بود؟ من اینو میخوام بگم. اینها رو قبول داشتن الان. خیلی ها هستن خدا رو به عنوان خالق آسمان و زمین قبول داشتن. ابو جهل قبول داشت، الان هم قبول داره. این که من فقط بگم الله خالق آسمان و زمین، این که اگر کسی به این جرأت برسه که بگه خالق آسمان و زمین فلانی و فلانی از اولیا و انبیا و از فرشتگان کسی رو دخیل بکنه، کره زمین اختیارش دست فلانی است و اگر فلانی دنیا رو مدیریت میکنه، اگر مدیریت نکنه کره زمین به هم میریزه و کره ما فرار میکنه و مریخ این طرف میره و اورانوس اون طرف پرت میشه و نمیدونم فلانی باران میاره و فلانی شفا میده و فلانی چشم میبخشه، فلانی گوش میبخشه، فلانی چیکار میکنه، فلانی از آسمان میاد و این کارو میکنه، فلانی از زمین میاد از چاه بلند میشه و اون کارو میکنه. اینا که اصلا اینها اگه ابو جهل اینها رو میدید به پیش الله متعال از اینا پناه میخواست. من بدون تعارف دارم صحبت. این کلام الله متعال نه کلامه. ابو جهل هم همچین اعتقادی نداشت. ابو جهل میگه که خالق آسمان و زمین، مالک آسمان و زمین، مدبر آسمان و زمین، مالک چشم و گوش و بینی هم الله تعالی است. بلکه باز در ادامه الله متعال باز میفرماید قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، اون کسانی که شما در ایمان با الله تعالی شریک کردید اونها رو، اونا کسی هست که خلق بکنه و دوباره برگردونه؟ اونها چی نمیگن؟ قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. الله تعالی نفهمید که اونا چی میگن اصلا، چون جوابی نداشتن. خود الله تعالی فهمید که الله تعالی است که زندگی میده و خلق میکنه و دوباره برمیگرده. بریم سراغ حالا ما رو بحث این سوال جوابش در برنامه بعد. که خب پس مشکل ابو لهب چی بود؟ مشکل ابو جهل چی بود که چرا بهش گفتن مشرک؟ این مشکل خیلی مهمه که این شرح اون آیه شریفه سوره مبارکه یونس است، سوره مبارکه یوسف که الله متعال فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بسیاری از مردم، آیه 104، بسیاری از مردم ادعای ایمان به الله تعالی دارن اما مشرکن. ادعای ایمان دارن. و ما یؤمن اکثرهم بالله، اینها ایمان نیاوردن به الله تعالی، این ایمان داشتن اما در کنار ایمان شرک هم دارن. قبول دارن الله هست، قبول دارن خالق مالک آسمان و زمین، رازق مدبر امور عالم، اینو قبول دارن. ابو جهل اینو قبول داره دیگه. ابو جهل قبول داشت یا نداشت؟ الله تعالی میگه قبول داشت. خب مشکلش چی بود؟ اینو باشه در برنامه بعد. من اینو میخوام بگم که الان ما متاسفانه برخی از ماها در ایمان، اینا ما گفتیم در برنامه اول اگر یادتون باشه که ایمانهای ابلیسی داریم، ایمانهای ابو جهلی داریم که اینا الله رو قبول دارن. ابلیس مگه شیطان مگه الله رو قبول نداشت؟ مگه قبول نداشت؟ قسم خورد به نام الله فبعزتک. خب الله یا الله به عزت تو قسم. چرا این همه مورد لعنت قرار گرفت؟ چرا ابو جهلی که قبول داره الله رو به عنوان خالق آسمان و مالک آسمان و مدبر امور آسمان و زمین، مشکلش کجاست؟ اینا اینها یک تلنگریه، اینها یک زنگ خطری بر من و شما. دقیقاً. که نکنه من اینطوری باشم. من باید ببینم که چجوری باشم. اگر من در آفرینش آسمان و زمین، خلقت آسمان و زمین کسی رو به الله تعالی شریک میدونم و میگم کسان دیگه هم هستن، هر کی میخواد باشه، من الان از ابو جهل هم بدترم اگر این گونه باشم. به این باور داشته ایمان باشم. خود با ایمان ابو جهل و ابو لهب یک ما باید مقایسه ببینیم بکنیم که او بهتر از ما نباشه. اینا مهمه. اینا رو الله متعال برای ما معرفی کرده. در سوره مؤمنون شبیه همین تعبیر رو داریم در آیه 84. باز با تعبیر قل، یا ای پیامبر عزیز من بگو به اینا. قل، سوره مؤمنون درباره ایمان هم هست، نه اصلا اسمش هست مؤمنون. از همون اول که شروع میشه قد افلح المؤمنون، رستگار شدن کسانی که ایمان آوردن. صفات مؤمنین تو این سوره از همون اول شروع میشه و خیلی مهم. این سوره کلا در محور ایمان و مؤمنان میچرخه. درست. یک دسته از مؤمنان اینان دیگه الان ایمان به الله دارن، مرحله اولش رو، اما در مراحل بعدی ایمان به الله میلنگن. به همین خاطر خداوند گفت مشرک، به همین خاطر شدن کافر، به همین خاطر شدن فرعون اومد.
ایمان ابو جهلی، ایمان ابلیسی. در آیه 84 سوره مبارکه مؤمنون الله متعال میفرماید قل من الارض و من فیها، بگو از برای کیست هر آن چیزی که در زمین و هر آن چیزی که در زمین، خود زمین و هر آن چیزی که در اونه. لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، اگه شما واقعا میدونید بگید که کیه مالک زمین و هر آن چیزی که در زمینه. سیقولون لله، میگن الله. این مخاطب این کیه؟ قل، پیامبر بگو. به کی بگه؟ به مشرکین مکه دیگه، دقیقاً به ابو جهل ابو لهب، مثل آیه 31 که یونس که قبلا خوندیم. میگن الله. قل افلا تذکرون، میگه که عقلتون رو به کار نمیندازید؟ شما که اعتراف دارید که الله هست، زمین مال الله تعالی است، که عقلتون رو به کار بندازید. این برای چی بود؟ چرا باید عقلشون رو به کار مینداختن؟ مشکل کجا بود؟ اینو گفتیم در برنامه بعد اشاره می‌کنم که دلیل شرک اینها چی بود. مشکل اینا چی بود؟ اینا که اعتراف داشتن که خدا اصلا زمین مال الله تعالی است. قل، نه تنها زمین، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. بپرس از اینا، آسمان های هفتگانه و عرش عظیم الله تعالی مال کیه؟ لمن؟ نه، قل رب اینا کیه؟ خالق اینها کیه؟ سیقولون لله، میگن الله تعالی. میگن الله تعالی. الله خودش میفهمد میگن، یعنی اعتقادشونه دیگه، باورشون اینه. الله تعالی الان داره برای ما معرفی میکنه ایمان اینه داره تا ما بسنجیم ایمانمون رو که نکنه ما از این گروه باشیم. ابو جهل میگه زمین مال الله تعالی است و هر چیزی که در زمینه، تمام آسمان های هفتگانه و عرش، حتی اعتقاد به عرش هم داره. بزرگترین مخلوق الله تعالی عرش الله تعالی است که همه هفت آسمان و زمین اینا در برابر عرش هیچ عددی حساب نمیشه. بس اینو قبول داره که همش مال الله تعالی است، همه مال الله تعالی است. قل افلا تتقون، پس چرا تقوا پیشه نمیکنید؟ مثل همون تعبیری که در سوره یونس داشتیم پایان آیه. بله. فقل افلا تتقون اونجا بود، اینجا قل هست. قل، باز ادامه بده، باز بپرس. من بیدیه ملکوت کل شی، اصلا پادشاهی هر چیزی، ملک همه چیز به دست کیه؟ پادشاه مطلق عالم کیست؟ ملک مطلق از آن کیه؟ و هو یجیرو، همون کسی که پناه میدهد. چی میکند؟ و هو یجیرو، اون کسی که پناه میبرد، پناه میدهد. نه، بحث ولا یجار علیه، و در برابر او کسی پناه داده نمی شود. یعنی اگر الله تعالی پناه نده به کسی، دیگه الله تعالی بخواد کسی رو از بین ببره و عذاب بکنه، کسی دیگری نیست که در برابر الله تعالی بتونه که این شخص رو نجات بده و پناه بده. در برابر الله تعالی هیچ پناه دیگه وجود نداره، فقط الله تعالی است. لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ پناهگاهی در برابر الله تعالی جز خود الله تعالی است، و جز امام زمان. این موضوع من قضاوت نمی کنم، قضاوت به خوده که خود بیننده ها عزیزانی که نشنون. اینو کلام من نیست، کلام شما نیست. دقیق. من آیه قرآن دارم میخونم، یک کلمه اضافه کم نمی کنم، دارم فقط ترجمه میکنم. آیات 83 به بعد از سوره 84 به بعد از سوره مبارکه مؤمن. زمین مالکیه، هفت آسمان و عرش مالکیه، تمام ملک و پادشاهی عالم به دست کیست؟ ملکوت و کل شی، همه چیز، یعنی دیگه هیچ استثناء اینجا نگذاشت. از زمین شروع شد رفت بالا به آسمان ها، به عرش، بعد تمام هر آن چیزی که در آسمان و زمین و عالم هست. قل من بیده ملکوت و کل شی، پادشاهی هر چیزی از دست. این سوال خطاب به کیه؟ ابو جهل و ابو لهب و مشرکین مکه. و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون، اگر شما واقعا ادعا میکنید که شما بر حقید و محمد نعوذ بالله کافر شده، شما مؤمنای واقعی هستید، محمد رو میگفتن محمد کافر شده دیگه. بله. اگر این گونه است شما بگید این اختیارش دست کیه؟ سیقولون لله. بازم الله تعالی میفهمد اگر ازشون میپرسیدی میگفتن الله. آیا این ایمان هست بالله یا نه؟ از دید من و شما این چیه معناش؟ الان میگن آقا فلانی حالا الله رو قبول داره که هست، میگه الله هست، قیامت هست، خدا هست، خالق آسمان و زمینه، حالا فقط پیغمبر ما رو قبول نداره، مثلا مسیحیه. حالا چه اشکالی داره؟ خدا رو که قبول داره دیگه، به هر حال بهشت میره. بابا این ابو جهل که خیلی بالاتر بود درجهش در بحث ایمان به الله تعالی، در ربوبیت
مشکل در این بحث الله تعالی داره میگه اینو قبول داشتن همشون. سیقولون لله قل فانا تسحرون. بگو پس چرا اینجوری مثل سحر زده ها شدید شما؟ چرا اینجوری از راه بیرون رفتید؟ و اگر با این وجود که همینا رو اعتراف دارید، مشکل که حل است. مشکل جای دیگه بود. مشکل جای دیگه بود. نه الان خیلی از ما هم اینو اعتراف داریم، خیلی از ما این اعتراف داریم، اما چرا ابو جهل الله متعال اون رو به عنوان فرعون اومد بر زبان رسول صلی الله علیه و سلم معرفی کرد؟ نکنه که ما هم از اونا باشیم، نکنه ما هم از اون کسایی باشیم که الله تعالی فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی از کسانی که ایمان به الله دارن به خیال خودشون مشرکن. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. کسانی هستن که میگن ایمان به الله و روز قیامت دارن، ایمان نیاوردن. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. ما حق رو آوردیم، الله متعال میفهمد و اونها دروغ میگن. من یک آیه دیگه فقط اجازه بدین که میگن مشکل فنی پیش اومده، میام برنامه کوتاه میگیریم و برمیگردیم با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش به گستردگی آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. آن کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و الله نیکوکاران را دوست می دارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أردني. ذنبي تعلاني. عزیز و گرامی، با عرض پوزش که مشکل اندک فنی رخ داده بود الحمدلله برطرف شد. استاد سلیمانی عزیز داشتن آیات از کلام الله مجید را در مورد ایمان مشرکین قریش به افعال الله متعال یا به توحید ربوبیت تلاوت می‌کردند که الله متعال در ده‌ها آیات قرآن کریم با صراحت کامل بیان می‌کند که آنها در توحید ربوبیت و در باب افعال الله متعال هیچ مشکلی نداشتند. اگر ما امروز ایمان خود را در این باب با ایمان مشرکین قریش مقایسه بکنیم، بعضی وقتها شاید آنها را بهتر از ایمان بسیاری از مدعیان اسلام امروزی
بدانیم. متاسفانه استاد سلیمانی عزیز وقت ما رو به پایان هست. شما اگر آیاتی را که اشاره می‌کردین تکمیل کنین که مشرکین قریش در باب افعال الله متعال چی باوری داشتن؟ اگر خلاصه بکنیم صحبت رو با توجه به اینکه وقتم به پایان رسید، ان شاءالله در برنامه بعدی اگر عمری باقی بود ادامه خواهیم داد. موضوع رو ما بعد از وجود اثبات وجود الله متعال باید پس یک مورد دیگر هم مد نظر داشته باشیم که الله متعال، ما ذات الله متعال رو نمیبینیم دقیقاً و برای شناخت الله متعال نیاز به صفات الله متعال داریم و چون صفات الله متعال هم نمیبینیم، ما صفات الله متعال رو ما در افعال الله متعال میبینیم. درست. و این افعال خاص الله متعال است و هر گونه شریک ساختن غیر الله متعال بلا استثناء، هر کسی که میخواد باشه، تمام مخلوقات الله متعال، چه ملائکه، چه انبیا، چه اولیای الهی، در این صفات شرک حساب میشه. شرکی بدتر از شرک مشرک مکه، چون مشرک مکه شرک بدتر از شرک ابو جهل. ما آیاتی که خوندیم همه دلالت بر این داشت که ابو جهل هم به این حد نرسیده بود که الله متعال رو در خلقت الله متعال، در رزقش، در ملکش، در پادشاهیش، در اختیار آسمان ها و زمین، در تدبیر امور عالم و ملکوت کل شی به تعبیر عمومیش، یعنی اینکه پادشاهی کل هر آن چیزی که در عالم هست، کسی رو به الله متعال شریک بدانه، در اینکه رزق بده، در اینکه مرگ و زندگی بده، در اینکه صاحب اختیار آسمان و زمین باشه، در اینکه عزت و ذلت بیاره، در اینکه پادشاهی و فقر و غنا بیاره، در اینکه مالک گوش و چشم و به هر حال شفا بده و مریض بکنه، در اینکه آب بده و غذا بده و پناه بده و همه اینها رو ما میبینیم که خاص الله متعال میدونستند. حتی اینها در این مسئله کسی در این مسئله دیگه جز اولویات و جز اینها بدیهیات بود، یعنی نزد اونها. اما با این وجود که این مشکلی نداشتن، باز مرحله بعدی ما داریم که بحث الوهیت یا بحث توحید عبادت ما وقتی که مطرح میکنیم در اون مسئله میلنگیدن، اینها رو الله متعال مشرک دانست. چه بسا باز چه برسه خدایی نکرده اگر کسی در ایمان به الله متعال، در افعال الله متعال که خاص الله متعال هست، کسی غیر از الله متعال رو شریک بدونه در خلقت آسمان ها و زمین، تدبیر امور آسمان ها و زمین و در قدرت مطلق الله متعال. هیچ بنده، هیچ مخلوقی از الله متعال در جزئی ترین ذره از آسمان و زمین، در خلقتش، در تدبیر امورش، در این که بتونه مشکلی رو حل بکنه، هیچ دخل و تصرفی نداره. و انشاءالله باز به تفصیل در موضوع مشرکین مکه که پس اینا رو قبول داشتن که الله متعال میفهمد قبول داشتن، مشکلشون چی بود؟ چرا مشرک خوانده شدن؟ چرا الله متعال در آیه 106 سوره مبارکه یوسف فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون؟ خیلی از اینهایی که میگن ما ایمان به الله تعالی داریم مشرکن. یعنی چی؟ چطور اینها مشرک شدن با وجود اینکه الله رو قبول داشتن که هست؟ نه تنها قبول داشتن که هست، تمام اختیار ملکوت پادشاهی کل ذره ذره عالم به تصرف در امور عالم و قدرت مطلق عالم و ملک مطلق عالم را از الله تعالی هم میدانستن. مشکل کجا بود؟ این رو انشاءالله در برنامه‌های بعدی باز بررسی خواهیم کرد. انشاءالله. جزاکم الله خیرا. تشکر. سلامت باشید. بیننده‌های عزیز، موضوع این هفته ما که افعال الله متعال بود، انشاءالله که مستفید شده باشید. ما در برنامه‌های گذشته روی ارکان ایمان و سپس اولین رکن ایمان که ایمان به الله متعال هست پرداختیم. آنجا استاد سلیمانی عزیز گفته بودند که در باب ایمان به الله ما به موارد نیاز داریم. مورد اول وجود الله متعال بود که باید شخص مؤمن یا انسانی که ایمان میارد با وجود الله متعال باور کامل داشته باشد که الله وجود دارد. بر اثبات وجود الله متعال نیست دلایل فراوان از آیات قرآن کریم خدمت شما عرض شد. و مورد دومی که در باب ایمان به الله متعال نیاز بود افعال الله متعال بود، یا همان توحید ربوبیت یا افعالی که خاصه الله متعال هست، کارهایی که جز الله هیچ کسی در آن امور تصرف ندارد. این را باید ما بشناسیم و با آن باور داشته باشیم و کسی را در این باب، در این افعالی که خاصه الله متعال هست، کسی را شریک نگردانیم. استاد سلیمانی عزیز از آیات فراوان از قرآن کریم
حالت مشرکین قریش را در این باب، در باب توحید ربوبیت یا افعال الله متعال بیان کردند که آنها به مالک الملک بودن الله متعال، به زنده کردن و میرانیدن که توسط الله متعال می شود، رزق دادن از طرف الله است، پناه دهنده تنها الله است، خالق و قادر مطلق تنها الله است. در این باب ابو جهل، ابو لهب، امیه ابن خلف و سایر بزرگان مشرکین قریش هیچ مشکلی نداشتند و شاید بهتر و بیشتر از بسیاری از مسلمان‌های امروزی معانی این کلمات را می‌فهمیدند، چون این باب به فصاحت لغت آنها هم دلالت می‌کند، چون آنها عرب فصیح بودند، عرب قح بودند. افعال الله متعال را، یعنی مالک الملک بودن را، معنایش را آنها قبل از اینکه ایمان داشته باشند بهتر از عجم میفهمیدند. قادر بودن مطلق الله متعال را، اینکه الله متعال زنده میکند و میمیراند، پناه میدهد و از او هیچ چیز و هیچ کسی پناه داده نمیتواند، این چیزها را چون با اسلوب و با زبان عربی بود مشرکین قریش خیلی خوب میدانستند و ایمان هم داشتند، اما باز هم مشرک خوانده شدند. مشکل در کجا بود که آنها مشرک خوانده میشوند، پیامبر با جهاد به آنها امر می شود و مدعیان اسلام امروزی تعداد زیادی از کسانی که ادعای اسلام میکنند بسیاری از این افعال را متاسفانه به غیر الله نسبت میدهند. فرق در کجاست؟ مشکل آنها چی بود؟ مشکل اینها چی هست؟ انشالله در برنامه‌های بعدی روی این موضوعات میچرخیم. از شما عزیزان تشکر ویژه میکنم که تا این لحظات با ما بودید. خداوند یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي